مترو نوشته شماره 125. گوشه ابروی دختر از هفته شکاف میان دو صندلی دیده میشد. مترو تکان که میخورد هشته ابرو کامل میشد و وسط هفته شکاف میان دو صندلی توی چشم میزد. حواسش که نبود به اون نگاه میکردم، حواسم که نبود به من نگاه میکرد. حواسمان که بود نگاه را میدزدیدیم و ناشیانه بیرون را نگاه میکردیم که شب بود و تاریک. ایستگاه وردآورد نیمخیز شد که برود. من که نرفتم او هم نرفت، یا وهم خوشایند من این را میگفت. اتمسفر نیمخیز شد، کرج نیمخیز شد. گلشهر مجبور بودیم پیاده شویم که ایستگاه آخر بود. بازی تمام شده بود و نگاه ندزدیدیم و خیره شدیم و بعد رفتیم. از میان هفته ها خیلی ها رفتند. هفته 2 انگشت پیروزی در خیابان های اعتراض که به خون نشست. هفته شکاف میان دو صندلی که به هشتی ابروها نشست. هشتی میان پاهایش که وقتی هفتی شد باز به خون نشست و ایستگاه ها به پایان رسیدند.